عادل دولتوف طبیب ایوگر شفاخانه مرکزی شهر پنجکین شب 15 به 16 ینور ساعت 21 در جای کارش از عالم چشم پوشید. عادل دولتوف همگی 54 سال داشت و به گفته منبع پایگاه خبری بامداد شب گذشته نوبتدار بوده است. رانو عبدالله و سرطبیب شفاخانه مرکزی شهر پنجکین به خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان گفت دولتوف روز 15 ینور نوبتدار بود ولی بیگویی دچار درد سر شده با همین جان به حق تسلیم کرده است. به گفته رانو عبدالله و سال گذشته عادل دولتوف یک دفعه سکته خرد مغزی میکرو انسولت را از سر گذرانیده بود. به وضع سلامتی خود نگاه نکرده با خواهش خود به شعبه سیرویل شناسی برای معالجه بیماران کرونا ویروس به کار گذاشته بودند. دیروز در شعبه احیا در جای کار بندگی کردند. گفته سرطبیب رانو عبدالله و مرحوم را از طبیبان مسئولیت شناس شهر پنجکین نام برده و گفت طبابت اکثر بیماران وزنین شعبه احیا را از او به عهده میگرفت. رانو عبدالله و به این دلیل در گذشت عادل دولتوف را یک تلفات جبران ناپذیر برای سوء طب شهر پنجکین خوانده است. عادل دولتوف سال 1968 در دهه ارتوج شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا سال 1993 فعالیت مهنتیش را در شعبه احیای شفاخانه مرکزی شهر پنجکین شروع نموده و تا دم مرگ در آنجا کار میکرد. سال 2021 به عنوان اعلاچه تندرستی تاجیکستان شرفیاب گردیده بود. قرار است با رسیدن پسرش از مهاجرت بیگویی 16 ینور جنازه عادل دولتوف در قبرستان جماعت رودکی به خاک سپرده شود.